خدا یعنی مجموعه از همه انرژی ها که از یه جایی به تو متصله. حالا این منبع انرژی که خداونده در بالاترین سطح ممکن که انسان وقتی به آرامش میرسه، آرامش درونی میرسه، وقتی عشق رو ساطع میکنه در درون خودش، وقتی اجازه میده که خداوند در درونش جوشش داشته باشه، وقتی دیگران از وجود اون انسان آرامش پیدا میکنه، وقتی دیگران از وجود اون انسان به آرامش میرسن، وقتی اون انسان در کنار انسانهای دیگه میشینه و انسانهای دیگه هیچ حس ترسی نسبت به اون آدم ندارن، اون انسان در بالاترین سطحی از انرژی قرار داره که قادره از طریق قلبش که میدان انرژیه با خداوند در ارتباط باشه و خداوند و او هر دوتاشون یکی هن. چون خداوند کل اون جزءه و اونی که میگم یک نفر بیشتر نیست، خودتو، انسان، بدون نام، بدون کدگذاری، بدون انسان.